درود و عرض ادب و احترام خدمت همه همراهان پروژه ستاره غرب و طرفداران سرسقف و دو آتیشه پارت بتونریزی. بخش آخر بتونریزی سقف تجاری اول رو داریم. بدرود، روز همگی بخیر، ایام بکام. دادا ممنونم ازت. من طرفدار دو آتیشه بتونریزی ام. وقتی دیدم این ویدیو رو گذاشتی از خوشحالی در گنج خود نمیپوستیدم. ممنونم ازت ریچارد شیردل، خیلی خوب صحبت میکنی، عالیه. فقط من نمیدونم این چرا بتونریزی پروژه شما تموم نمیشه، یعنی از زمان صدر اسلام تا الان ادامه داره. این اصحاب کهف رفتن تو غار خوابیدن، بیدار شدن، مردن، نتیجهشون به دنیا اومد، جنگ جهانی اول و دوم به پایان رسید، ولی پروژه شما از پارت بتونریزی هنوز رد نشده. این واقعا برای من خیلی سواله. و یه سوال دیگه به عنوان طرفدار دو آتیشه بتونریزی خواستم ازت بپرسم که آیا میشه با پاهای بستن بتونریزی انجام داد یا حتما باید پاهامون انقدر باز باشه؟